سلام و درود بر شما. فرشتگان میگن رسیدن شما به بهشت به خاطر صبرتون بود. آدم تو صبر نکنه نمیتونه مزدشو بگیره، نمیشه. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، اونا که اوصافشون در سوره فرقان گذشته، اینا در فردای قیامت بالاترین و عالیترین درجات بهشتی رو به دست میارن با اون کاخها و قصرها به خاطر صبرشون. پس صبوری بایستی کرد، چاره ای نیست. ما بهشت میخوایم، ما رضایت خدا، محبت خدا، خدا ما رو دوست داشته باشه، به خدا برسیم، نجات پیدا بکنیم از جهنم. جز صبوری چاره ای نیست. و آخرین نکته و آخرین راه و علاج برای بی صبری اینه که داستان صابران و شکیبایان رو بخونیم، بشنویم، تا خودمون رو تک و تنها احساس نکنیم، بگیم نه تو این دنیا اگر آدم گرفتار بدبخت بیچاره هست منم، مردم همه خوبن، همه وضعشون خوبه. اولا بریم با گرفتاران و مساکین و فقرا و دردمندان بنشینیم. هر قد مشکل داشته باشید کسانی هستن از تو هم مشکلشون بیشتره، احساس میکنی که الحمدلله بازم نعمتهای فراوانی در اختیار دارم. پس برید به دیگران نگاه بکنید، تأمل بکنید به گذشتگان. چرا خداوند میاد به پیغمبرش علیه السلام امر میکند فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ای پیغمبر ما علیه السلام صبور باش، شکیبایی بکن همون گونه که پیغمبران اولوالعزم صبر کردن. یعنی حتی برجسته ترین افراد بشر که پیغمبرانن و از میان پیغمبران میدونید 120,000 پیغمبر بوده، برخی از این پیغمبران اولوالعزمن، اونهایی که اهل عزم و جزم و اراده بسیار قوی بودن و خداوند بسیار اونها رو مورد امتحان و ابتلا قرار داد. پیامبر نوح، پیامبر ابراهیم، پیامبر موسی، پیامبر عیسی و خاتم انبیا محمد مصطفی علیه السلام. چقدر آزار، چقدر اذیت، چقدر تنگناها، چقدر مشکلات. مریض میشدن، پیغمبر خدا بودن، مالو از دست میدادن، مشکلات مادی، آزار، اذیت، در تنگنا قرار میگرفتن، بهشون فحش میدادن، دشنام میدادن. هر اونچه که تو ذهنت بیاد و نیاد بر سر پیغمبران میومد، تا نگید با خودت که مگر خدایا من چه کردم که این همه گرفتاری و بلا بر سرم میاد؟ مگر پیغمبران خدا از خدا فاصله گرفته بودن؟ خدا اونها رو دوست نداشت؟ خیلی هم دوستشون داشت، خیلی هم مقام داشتن، منزلت داشتن، اما راه بهشت همینه، زندگی دنیا همینه. لذا پیغمبر علیه السلام وقتی مورد آزار و اذیت قرار میگرفت میفرمود که خدا رحمت بفرماید به برادرمون موسی علیه السلام، بیش از این مورد آزار و اذیت قرار گرفت اما صبوری کرد و صبر میکرد. پیغمبر خدا بود با اون همه زحمات، اما مردی بلند میشد میگفت از خدا بترس، این کاری که انجام داده اید خدا رو در نظر نگرفتید، عدالت بکن. به کی میگفت؟ به پیغمبر علیه السلام. اما ناراحت نمیشد، نمیفرمود که برید دستگیرش بکنید، کتکش بزنید، توهین بکنه، نخیر، رهاش میکرد و میفرمود که موسی بیشتر از این مورد آزار و اذیت قرار گرفت، صبر کرد، منم صبر میکنم. صبوری بکنید. پیغمبر خدا ایوب که دیگه ضرب المثل صبر و شکیبایی است. صبر ایوب چرا میگن؟ همه تون شنیدید صبر ایوب. چرا؟ پیغمبر خدا بود، نه یه فرد عادی. در روایتی است که 18 سال، نه یه سال، نه 18 ماه، 18 سال مدت کمی نیست، خداوند وی رو مورد امتحان و ابتلا قرار داد، هم در جانش و هم در مالش و هم در اهلش. فرزندانی رو ازش گرفت، مالش رو ازش گرفت، بیمارش کرد، نه 1 سال، نه 10 سال، 18 سال، اما صبوری کرد. یک بارم شکایت خدا نکرد که به کسی، حتی به همسرش یا دور براش بگه من چه دارم میکشم. اینه که میگن صبر ایوبی. مگر ایوب گناه کرده بود؟ مگر ایوب قدر و منزلت نداشت؟ صبر ایوبی میگن. 18 سال صبوری کرد. اینه که داستان شکیبایان و صابران هم بخونی. امیدوارم که خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم در این شرایط گوناگون و با این امتیازات فراوان انشالله خداوند دستمون رو بگیره، دلهامون رو مصمم و استوار بکنه. موفق و مؤید باشید و آخر دعوای ان الحمد لله رب العالمین.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.